صحت ایراد خطبه های جانبخش در آستانه میلاد با سرسعادت نبی مکرم اسلام و امام صادق و خجسته سالروز پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بیداری عظیم امت اسلامی در دانشگاه حضور به هم رسانیدند. خیلی ممنون، خیلی متشکر، خیلی متشکر، خیلی ممنون. بفرمایید، بفرمایید. خیلی متشکر، خیلی ممنون. بفرمایید، 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 بفرمایید. خیلی متشکر، خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. احمده و اشکره و استعینه و استغفره و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین و صلی علی ائمة المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین و صلی علی بقیة الله فی الارضین. اوصیکم عباد الله بتقوی الله و نظم امرکم. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را دعوت میکنم و توصیه میکنم و خود را توصیه میکنم به حفظ تقوای الهی. این اصل حرکت یک انسان به سمت کمال و تعالی است. بتوانیم به توفیق الهی در عمل فردی، در عمل جمعی، در کار سیاسی، در کار اجتماعی رعایت تقوای الهی را بکنیم
اگر این شد به توفیق الهی همه خیرات، همه الطاف الهی شامل حال ما خواهد شد. ایام مبارک دهه فجر است. در دهه فجر آنچه که بر این حقیر و امثال این حقیر لازم است دو تشکر است. اول شکر الهی با کمال خشوع، با کمال تواضع، جبهه شکر بر درگاه الهی می‌ساییم که این توفیق را نصیب ملت ایران کرد. این حرکت عظیم، این کار بزرگ، این نهضت تاریخ ساز به دست ملت ایران و با رهبری امام بزرگوار انجام گرفت. نظام اسلامی تشکیل شد. حرکت ملت ایران به سمت خدا، به سمت اهداف الهی، به سمت ارزش‌های الهی آغاز شد. هیچ نعمتی از این بالاتر نیست و شکر الهی بر این نعمت بزرگ همیشه لازم است و در ایام دهه فجر لازمتر. شکر دوم، تشکر دوم، تشکر از ملت ایران است. وفاداری کردند، جوانمردی به خرج دادند، گذشت کردند، ایثار کردند، شجاعت نشان دادند، بصیرت به خرج دادند، حضور دائمی خود در طول این 33 سال را آنچنان حفظ کردند که این نهال با همه خطرها، با همه مشکلات روز به روز تنومندتر شد، بارورتر شد، بالنده‌تر شد. امروز مثل همون شجره طیبه‌ای که اصلها ثابت و فرعها فی السماء در زمین زندگی بشریت ریشه دوانده است و ثمرات آن و آثار آن به طور متواتر نائل می شود، واصل می شود. امسال به خصوص دهه فجر ما حال و هوای دیگری دارد. امسال در فضای انقلاب‌های پیروز این منطقه، چه در تونس، چه در مصر، چه در لیبی، حرکت انقلابی مردم به نتیجه رسید، کارهای بزرگی انجام گرفت. این برای ما ملت ایران مژده بزرگی است، حادثه شیرین و مبارکی است. امسال ما دهه فجر را و 22 بهمن را در یک چنین فضایی برگزار می‌کنیم. باید گفت ملت ایران با پیروزی این انقلاب‌ها به طور نسبی از غربت درآمد که حالا امروز من انشاءالله یک مختصری در این زمینه عرض خواهم کرد. در این خطبه 3 مطلب را، 3 سرفصل را مطرح می کنم برای برادران و خواهران عزیز نمازگزار و برای ملت ایران. در خطبه دوم با برادران عرب بیشتر سخن خواهم گفت. این 3 مطلب یکی درباره انقلاب خود ماست، مسیری که در این 3 دهه طی کردیم، دستاوردهایی که داشتیم و آینده‌ای که در انتظار ماست. این مطلب اول. مطلب دوم نگاهی به
مسائل منطقه و مسائل جهان. مطلب سوم هم دو سه نکته کوتاه در باب انتخابات پیش رو. درباره مطلب اول کتاب‌ها حرف وجود دارد برای گفتن. اونچه که من به عنوان خطوط اساسی انقلابمون عرض میکنم یک دو سه جمله است فقط که شرح و تفسیر آن بسیار طولانی است و مفصل است. این خصوصیات در انقلاب ما وجود داشت. انقلاب ما رژیم ضد اسلام را از بین برد، رژیم اسلامی بر سر کار آورد. رژیم دیکتاتور و مستبد را از بین برد، رژیم مردم سالار به جای اون نشاند. وابستگی که کشور ما در طول سالهای متمادی گرفتار اون بود و در دوران پهلوی ها به فجیع ترین و فضیح ترین وضع خود رسیده بود، از بین برد و استقلال همه جانبه رو به ملت ما داد. اختناق نفسگیری که بر ملت ما حاکم بود از بین برد، آزادی به این ملت داد، آراء خودشون را، حرفهای خودشون را بتوانند آزادانه ابراز کنند. فضای آزادی شد. تحقیر شدگی تاریخی ملت ما رو از بین برد، عزت ملی داد. 10 سال ملت ما تحقیر شد. این ملت بزرگ با این سابقه تاریخی، با این مواریث عظیم فرهنگی و علمی و تاریخی تحقیر شد در مقابل حکام زورگو و فاسد و پشت سر آنها در مقابل مستعمران و سلطه‌گران بین المللی. این رو از بین برد، تبدیل کرد به عزت ملی. امروز ملت ایران احساس عزت میکنند، احساس تشخص میکنند. ضعف نفس و خودکمبینی را در ملت ما از بین برد، به جای اون اعتماد به نفس ملی را به ملت داد. ما خودکمبینی داشتیم، فکر میکردیم نه کار علمی از ما برمیاد، نه کار سیاسی از ما برمیاد، نه کار عظیم نظامی از ما برمیاد. فکر میکردیم که یک ملت ضعیفی هستیم. این رو به ما تلقین کرده بودند، تزریق کرده بودند. این رو از ملت گرفت انقلاب، به جای اون اعتماد به نفس ملی به ما داد. ما امروز در همه میدانها اعتماد به نفس داریم، میدانیم که میتوانیم و دنبال این توانستن حرکت میکنیم و همه جا هم به حمدالله به مقاصدمون میرسیم. انزوای عمومی ملت را که ملت از مسائل سیاسی منزوی بود، روگردان بود، حوادث کشور را مورد توجه قرار نمیداد، این حالت را از ملت ما گرفت. یک ملت آگاه و سیاسی ما رو تبدیل کرد به یک ملت آگاه و سیاسی. امروز نوجوانهای ما هم در دورترین نقاط کشور تحلیل سیاسی می کنند، حوادث سیاسی رو درک می کنند، روی هر مسئله‌ای تحلیل می گذارند.
قبل از انقلاب اینجور نبود.